جان شیرین است، اما فرزند از جان شیرین تر است. گرگ با دریدن، قصاب با بریدن، آهو با رمیدن، عقاب با پریدن خود افتخار دارند. انسان کامل آن است که به مردم بیشتر نفع رساند. تیرماه بهار سال آینده را در پی دارد، ولی پاییز عمر انسان بدون بهار است. زلزله های زمین آبادی را خراب می کنند، زلزله های زندگی دل را. شعر اصیل به درد مردم می خورد. جسد بزرگ هنوز نشانی نیرو و تهمتنی نیست. انسان را شراب ناب به خود و شراب خواب به خبر می کند. پیش چشم ناتوان بین هنر همچون عیب نمودار می شود. نان جوینه که با زحمت حلال به دست آمده است چون عسل شیرین است. دشمن جان هلاک تن را، دشمن عقیده هلاک عقل را خواهان است. دوست حقیقی را در کمبغالیت آزمای تا به صداقتش اطمینان حاصل کنیم. سخاوت انسان به اندازه همت اوست. آسایش نعمت است که دنیا را آبادان می سازد. محبت انسانها را سرجم، ولی عداوت از هم دور می سازد. درد با طبابت شفا می یابد، اما داغ دوا ندارد. آتش خانه ها را گرم می سازد، محبت دل ها را. ادب تاج است که به سر زشت‌ترین انسان هم می زیبد. سودای عمر هم سوداست، ولی مثل سودای بازار نیست. مانندی ظاهری دوگانیک ها را مانندی باطنی آنها نمی توان گفت. آب نهال را سبز می گرداند، دعای پدر و مادر فرزند را. جانور با پرورش دستآموز می گردد، ولی انسان ناسپاس را اصلاح نمی توان کرد. چشم های جهان بین بیشمارند، ولی چشمان حق بین را احیانا پیدا نتوان کرد. عدالت جوهر است که به وجود انسان ها زینت می بخشد. بلند پرواز کردن عقاب کبر و غرور نیست، آن از طبیعت وی برمی آید. استعداد داد خداست، اما ملکه از مشق و تمرین حاصل می شود. به بیرون برآوردن سیر خانه شرمساری می آورد. آب چشم حریف نشان بخت او نیست. در میدان مغلوب شدن و تن در دادن به غلبه حریف هم مردی است. مهمان آنچنان محترم است که به خاطر آن از خواهش‌های خود دست می‌کشی. مرگ را طلب مکن، زیرا آن روز به سراغت خواهد آمد. اگر به پدر و مادرت احترام بگذاری، فرزندانت به تو احترام خواهند گذاشت. اگر گندم را چرخ آسیا آرد کند، انسان را چرخ گردون تلقان میکند.